بچه ها سلام. ببینید این جوجه مسافتی ما چه بلایی سرش اومده. ببینید بچه گلوش عفونت کرده، دونو گرفته، ولی چون گلوش درد میکرده نتونسته بده پایین. ببینید من سریع از لونه درش بردمش اینجا. خب اینو باید چیکار کنیم بچه ها؟ بهترین راهکارش اینه که یکم اول سرکه سیب با آب قاطی کنیم و با سرنگ بدیم بهش. بچه ها سرکه سیب خیلی زیاد نزنید، اون جوجه را تلف میکنه، جوجه را از بین میبره. یکم به اندازه که به هضم دونی که خورده کمک کنید. ببینید الان من سرکه سیب دادم، خیلی باد کرده بود گلوش، الان خیلی بهتر شده. ببینید بعد که سرکه سیب با آب دادی بهش، یکم بچه ها ماساژ بدید ایجادونیشو. ببینید که قاطی بشه، کمک کنه تو حذف کردن دون. ببینید بعد چیکار میکنیم؟ بعد نیم ساعت یکم شربت دیفیدرامین انسانی میایم میچکونیم تو حلقش، تو گلوش، که این درد نکشه، یکم گلوش نرم بشه. بعد که این کارو کردیم، بعد میایم چیکار میکنیم؟ کپسول آموکسیسیلین برمیداریم، یک ذره کم به اندازه یه عدس تو آب قاطی میکنیم و میریزیم تو حلقش. این خیلی کمک میکنه تو گلوش چرکش خوب بشه. خب تا فردا ببینیم چطور میشه، این مسافتی ما خوب میشه یا نه. نگاه چیکار کرده با خودش. خب بچه ها امروز روز دوم این جوجه مونه که جدا کرده بودیم. ببینید خیلی سرحالتر شده. این هنوز جادونیش هم سفته. بچه ها از لونه پدر مادرش جدا کنید تو پدر مادرش دون نده بهش تا این جادونیش حذف بشه. فقط کافی یکم سرکه سیب قاطی آب کنید، خیلی کم بدید بهش تا و اینجاش هم ماساژ بدید. بعد 10 دقیقه یا یه رو بعدش یکم شربت دیفیدرامین با یه کپسول قاطی کنید بدید بهش. خیلی حواستون باشه چند روز که همینجوری بدید بهش، این غذایش اینجا هضم میشه و میتونید ببرید داخل لونش. حالا تا ببینیم فردا چطور میشه، انشالله که بهتر میشه. خب ببینید یه دونه کپسول آموکسیسیلین ما برمیداریم و بازش میکنیم به اندازه یه عدس. ببینیم داخله، ببینیم من الان ریختم داخله یه مقدار کم به اندازه 2 cc شربت دیفیدرامین و قاطی میکنیم و با سرنگ میدیم بهش. خب بچه امروز روز سوم این جوجه مسافتمونه. ببینید خیلی بهتر شده. ببینید همه دونهاش حذف شده و من فقط آب سرکه دادم بهش با شربت دیفیدرامین مقدار کم به اندازه عدس پودر آموکسیسیلین. خیلی بهتر شده. بچه ها بیشتر از این دیگه نذارید بمونه.
من الان این شربت رو بهش میدم و میذارم تو لونه به دمازش تو بهش غذا بدن. ببینید گلوش هم خیلی خوب شده دیگه، او عفونت رو نداره. ببینید صداش معلومه.